Rahim Production. ها سلام نغزه کجا بیا پیش بیا نغزه بچه کی تو بچه اشان زلفقار اشان زلفقار کدوم ها نغزه خوبی آتا چخله صواب نشه ای گوش کو هک بچم برا آتا تا بگو امی مالی مردا که گرفتی در دکره بار بگردون فهمیدی های آخی های برو همچنی گنده چی دی تا دیتا نبود 4 تا میخ بده بگی بیار فهمیدی بگیم شه یه پرد نلد نگوی خونه ما شکرک و پشتی داری ما دا جمع شنه اینه یه آچه بوده اینجا بیا بس اینجا بیا با چی گفت برم مدر وقت ده آسمان این چوه آوده را تسای با کدام تو برو با خونه همسایه برو ایجا بدونه آقا چلی داستان نکنی مولی این چوه آوه پرده سر ندادی آوه آب پرده رب لبی آو شدم و پرا ما برو و لبی آو شما آو همه خونی همسایه نروا تمام آو حید میشه ما خونی خما برو آوی روانه ما رفتن گیره آوی روانه خونی همسایه نروا باید اون نیم تنانه داری دکره بیار مهنه تمام کنم یا نیم تنانه همسایه دادی یه هفته شده نه سراخ کردم خونی خواهدی ها گفتم همه دم یه روز نبودم آوازت بلند شده یا؟ بیا ای بالا بشه نه امجب جان نغزه خیلی آوازت بلند شده من آواز تالی پس کردم در کنه همش من ایجا بشی چوه این تو ما دیر خیال نکن من ندیدم چوه سحری در همسایه دختر همسایه پسی دست خیال من ندیدم اما پسی پرده نگاه داشتم چوه با پسی دست دختر همسایه ده شیر دادی چوه آخ مردد خیلی صوابای یک از نیست مود ایمو صوابای دعوی ما را بگیره صوابی ما را بگیره صوابای یا بروی از تکر دادی پگه کوسا میشه پگه دیگه لیتر میشه پگه دیگه گوه میبرن ها فایز برکش میپرونی میخچه را با گوده کروی کردی بسیری میخچه وای ما بچه دیدم صغیرشه گفتم خاطری چیزی آتا نمیکنم 4 تا یا تا دیتن 4 تا میخچه بود گیره بیارا ای قرقلای ما پول عیده رخ نمیچینم بگیرم بیارین مالا چیکار میکنی اگم چی میخری؟ هیچی نمیخرم ولی ساعت ولی 9 دشیده 5 با عبه دکنی ولی اینی گرمیه بسیار نخرید اشکندر میشه از همینجا بشین یعنی یه روزه یه بار بس های اومدی؟ چکر مردم اینه چای بکش بید بده وای خانت بکش چای گشت با این چی تو شمایه دادی چون این چی تو شمایه چند قاشق شما دختی دا چند قاشق چای خواه دختی 4 تا خانه مثلا اینه 2 تا هم خیلی زمان باشه این خانه سلات بشم نخواد در یک چایnik چای پدناله 4 تا قاشق چای دوزنه همین چای هم شما جنگ میکنین هم این میدونی یا سندسونه 6 سامان خریدم یا پاشکیه یا او پیش 2-3 ماه بود چی برای زده تی همونه بود دوستا چای سیاه میگی کو؟ چای سیاه همین چای دم کردی زنه که بیعقل یک قاشقچه داد پیش مهمون برور مهمون ایزو کش بعد مهمون خیز در بولش دم که با یه هفته خیرم با پارتون شه دنیا را خیمانی دفعه دیگه خیر نکن این من پول عقیدی کچه نیافتم 3 این مردم یک فکر دیگه جنگ نکنم با یکم شی در کوره اگر یکم چی با ای بازار خار یکم چی بیار گفتنی باشه ها این مردم نامی پلا کاتگوریچکی نگی
جان ها یا شونک میخواد چی؟ شونه؟ آخه یا شونه نیست موی سر ما شونک نه شونه نیست؟ ها یا زنه که افتفن اوخی نه اکاگو سال خریدون کو؟ آخه مردک دندان شکسته یا توبه کرم اوه باید شونی ما خریده که 13 دندان داشت خیلی دندان شکسته هیچ گم نه ولی باید خیلی درکار میشه استریف کاشتن درکار نیست ولی باید 2 دندان شکسته یا دندان شکسته ولی 31 دندان دیگه هسته کو استفاده کردنگی آخه مردک چی آخی؟ همین دنداناش کی هسته استفاده بردن که 1 تا 2 تا دندان دا کتک زن رئیسی نزنی رئیسی استفاده بردنگی آخه گب ده همیه که این شونه مونه آخران دندان شد خلا جون بگذاریم به من تایق مگیم دست بگی بچم دست اگر اینجا تیاری؟ دست بگی تیار باشین شیر جبه بچم همی خونه ده مشتیم آخه خلا جون هوا بهار پگوره نغزه سبز فون تلویزیون دا نغز بیا همین تلویزیون دا چیزی سبز خوبه بیا خلا جون ما یوردم دست بگی بچه جون دست خلا جون خیلی یوردم بگم چی بود دست همه خواهم همی مصفه رحمتی مصفه رشکنی بود بچم رشکنی بود خب مالی خلا جون همین شما دا چی خیلی مقصود بچه ما اکرم جون جا تر کردی وقت نه کاملا امسمو عیسی نه ما کاملا را عی طرفونه ها کادر چی خیلی نغزه اکرم کی بچه کاملا تصمیم کنه خلا جون ما انم جلده بشینه او هیدر خلا جون گوش که خلا جون حاج ما سوال میتیم خود جواب میتی سوال جواب میشه برای تلویزیون بچه ما چیگاه میزنم چیگاه میزنه او قاقی نیست خلا جونی ما انا ما یکم همین روزگاری شما سوال جواب میکنیم شما همین جوابای ما را وای کنیم ما اینجا خیلی یاردم کردم میگیم سلام علیکم تماشابینان عزیز و گرامی قدر مخلصان و هواداران کانال رحیم پروداکشن همه شما را یک بار دیگر به همه شما میرسونیم که ما در خانه خاله چی نام داشتیم خاله جان عزیزی ما خاله زهرا جان که عمری با پربرکت 90 ساله را دیدن و در طول حیات عمری با برکت خود 4 شوهر با 4 شوهر زندگی کرده صاحب 32 نفر فرزندانی با آبرو با نام و ناموس دیها رو تربیت کرده با وی رساندن و صاحب 263 نبیره و ایویره و کبیره است و الحال از ما درخواست کردن هیئت همین دیها کلونای دیها که ما درباره این مادر بزرگوار یک برنامه کنیم و این مادر باز میخواهد که در دم پیری تنها است باز یک شوهر دیگر کند و همین کم ترک درباره این مادر عزیز ما امروز یک برنامه خردک پیشکشی شما میگردونیم خاله زهرا جان مادر عزیز از همون لحظه که ما با خونه شما حضور آوردیم شما رو مهمونوازی شما رو دیدیم همین یک چیز رو تعجب با من افتاد که همین خواستم حس کنجکاوی ده میخوام از شما یک چیز رو پرسون شوم خاله جان من همین خاله برای بینی شما برای چی در شما مونده است در این سن سال تا حال این رو از همین بینیتون نگرفتید همین در سبب در چی باشد بچه‌مه این خالی بینی ما تاریخ دراز داره نمیشه همو کامیرا رو بکشی و ما داخلت گوزن نمیشه بچه‌م خاله زهرا جان شما بپروا گپ زدن گیرید هر جایی که نولوزیم است ما میبریم کامیرا همش از این خودمون این کانال رحیم پروداکشن همین خوبیش کی رنگ دیگه کانالو جای بزه نمیموند بریده همش مونتاژ کرده اولی جانب کرده میمونیم که با شما معقول افتاد با شما رو میبریم جای نولوزیمش میبریم تمام خاله جان انا درباره همین خالتون یک چیزی میگفتی خاله جان یک کم ترک معلومات این خالی بینی من ای رحمتی مصفید ای رحمتی مصفید خالی بینی شما از رحمتی مصفید کم ترک تاریخش رو نقل میکردید چه شما رو کی به شما توفیق کرد ای بچه ما اگر این خالی بینی من تاریخ شگاه زنم این ویدیو و کامیرای شما پر میشه برای هموخه مانو شکل مایلش خاله زهرا جون چی خیلی که شما میخواید کوتاه برای تماشابینان کانال رحیم پروداکشن کوتاه هم باشد نقل کنید ما روزی ای همین مصفیدم ای رحمتی مصفیدم نشانه ماندگی که وقتی ما خدا نصیب باشه مردم چکه ما گفتیم که همین رو
ولی نگیره. یعنی که از این برمیاد که خاله که در بینی شما ایستاده است نشونه اون است که چخیلی که ما مقصد جوانان امروزه توی میکنیم یعنی که زکس میکنیم و همین چالا ابوچالکا با گفته میدوزیم در دست خود همین نشونه ابوچالکایی همون مسافد است نشونه تا مردن یعنی شما با قول وعده هم دیگه تا با گوره میستید. آفرین. خاله زارا جان یک سوال دیگه هست که باید ما از شما پرسیم این نه تنها خواهش اهل گروه ما است اهل گروه کانال راین پروداکشن بلکه این سوال رو از ما خواهش کردن که از شما پرسیم همه مخلصان کانال راین پروداکشن خواسته است و این رو حتما فراتر خاله جان من جواب دید. مخلصان ما از ما خواهش کردن که از خاله زارا پرسید که پرسان شوید یعنی سوال دهید از همه روزی فراموش نشونده خاله زارا جان در عمر پربرکت 90 سال در همین 90 سال عمر روزی فراموش نشونده اش رو نقل کنید. بچم همین شرطای ما بگم. خاله جان ما اهل گروه کانال راین پروداکشن از خود شهر دوشنبه به خاطر شما با ناحیه فرخار با دهه بالشویک اومدیم که همین سوال خوش آمدیم بچم خوش آمدیم. اینجا شکر کنیم. خاله جان ایسر انا اینجا ما ایم شهر دوشنبه برای چون که خودت اومدگیم همین سوالا باید شما ما جوابش بگیریم. معنی برای خاله جان ما انا این سوالا جوابش بتین مودا مالی یک بودی خاله جان میریم اگر این بچه تیاری رفتیم. خاله جان ما میخوایم این سوال رو از شما پاسخش رو بگیریم. خاله جان پدر بچه بمرمه بگو میگی بچم. خاله جان یک بالا کنی یک بار که کامرا ما پرشید خاله خیلی معلم میگم بچم آخی روزی فراموش نشوندی ما روز نبود بچم. روز نبود؟ نه آخی بچم بعد چی بود؟ روزی فراموش نشوندی ما شو بود بچم. شو بود؟